اتلتیکو مادرید 1 بارسلونا 3. نتیجه ای که روند خوب اتلتیکو رو متوقف کرد و بارسلونا رو دوباره به صدر جدول برگردوند. بارسلونا با بازگشت رافینیا و پدری یکی از بهترین بازی این فصلش رو ارائه داد. توی این بازی رافینیا چندین بار خط دفاع اتلتیکو رو تحت فشار گذاشت و همین باعث شد با دریبل بی‌نظیرش توی دقیقه 26 گل اول بارسلونا رو به ثمر برسونه. همه چیز به نفع بارسلونا بود که توی دقیقه 65 روی اشتباه خیمنز دنی اولمو تونست گل دوم بارسلونا رو به ثمر برسونه که همین گل باعث مصونیتش از ناحیه کتف شد و مصون شد. تا دقیقه 90 بازی آروم بود و اتلتیکو چندین حمله نصف نیمه روی دروازه بارسلونا ایجاد کرد که همین فرصت سوزی‌ها باعث شد تو دقیقه 90 روی تعویض طلایی آقای فیلیک فران تورز گل سوم بارسلونا و تیر خلاص رو به اتلتیکو مادرید بزنه. بارسلونا تونست با این برد فاصله خودش رو تو جدول با رئال مادرید 4 امتیازی کنه و دوباره خودش رو تو کورس قهرمانی جا بده.